سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، امروز روز جمعه بود و در روز جمعه یک حالتی را دیدم که خواستم در همین مورد سخن کنم. یعنی اکثریت ما 10 سالها است شاید زاید به نماز جمعه میاییم، نماز جمعه میخونیم و برای نماز جمعه کوشش میکنیم، حتی کارها را یک سال میگذاریم، یعنی دنیا را یک طرف میمانیم، میایم از پس عبادت میشیم. روز جمعه مشاهده کرده می شود که اکثریت ما صحبت میکنیم، سخن میکنیم، میخندیم. در مسجد امام خطبه میکند، ما میخندیم. حتی اگر امام به دیگه زبان هم سخن کنه یا اینکه خطبه کنه نفهمیم، جایز نیست سخن کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند که کسی اگر روز جمعه صحبت میکنه، سخن میکنه، نماز جمعهش قبول نمیشود. حتی اگر کسی را اصلاح کنیم، درست نیست اصلاح کردن. وقتی امام خطبه میکنه درست نیست اصلاح کردن. چی کار میکنه ما باید که امام گوش کنیم. وقتی خطبه میگه اصلاح کردن یک کس، وقتی خطبه امام سبب میشود که نماز ما نزد الله متعال قبول نمیشود. برای همین ان شاء الله تعالی که کوشش کنیم وقتی نماز جمعه میاییم به مسجد سخن نکنیم، خدا به خواندن سوره کهف، خدا به ذکرها، به صلوات، روز جمعه صلوات فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و صلوات ثواب بزرگ دارد. به صلوات فرستادن مشغول کنیم، به قرآن خواندن مشغول کنیم و وقتی که به مسجد در آمدیم ان شاء الله کوشش کنیم که دیگر سخن اضافی نشود. من در یک چیز تعجب میزنم که وقتی که ما با زحمت، یعنی اکثریت ما با مشکلی به مسجد میبیاییم، حتی بعضها دکومنت ندارن، کاغذ ندارن، ترس و ترس به مسجد میبیاین، اینقدر محنت میکنن، کار دنیا را یک طرف میگذارن، میبیاین و وقتی که به مسجد میدراییم امام خطبه میکنه، صحبت میکنیم، سخن میکنیم، میخندیم، الله متعال قبول نمیکند. بله برادری عزیز، همون شخصی رو به نظر دارم که میای به مسجد وقتی جمعه سخن میکنی، میخندی. برادری عزیز، نمازت قبول نمیشود. اینقدر محنت کردی، اینقدر ترسیده اومدی. فکر که اگر 10 سالها نماز جمعه بخوانی و همین طرف به مسجد بیایی و گپ زنی، الله متعال قبول نمیکند. برای همین ان شاء الله تعالی کوشش کنیم که وقتی به جمعه اومدیم خدا به ذکر مشغول کنیم، به عبادت مشغول کنیم و کوشش کنیم که همین نماز جمعه رو ما با پرگی انجام بدیم و یعنی یک صاحب یک اجر شیم، الله متعال از ما راضی شود. این نشود که روز قیامت نمازهای خوانده ما بر روی ما شپیده شود. امیدوارم که ان شاء الله تعالی فهم شید. همین چیز من امروز در نماز جمعه دیدم، بسیار هم یعنی حالتی چطور بگم ناپذیر بود، یعنی قبول شونده نبود. همین حالت وقتی نماز جمعه میبینی سخن میکنن، میخندن، سبحان الله، الله متعال همه ما و شما را هدایت بده، توفیق بده به صراط المستقیم و همه ما و شما را از جمله کسانی بگردانه که سخن نیک میشنون و با آن کوشش میکنن، عمل میکنن. و اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم استرنا فوق الارض واسترنا تحت الارض واسترنا يوم العرض. وصلى اللهم تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.